صبح امروز هیئت تاجیکستان و قرقیزستان تحت ریاست سروزیران دو کشور در محله بهار جماعت اوچه قلعچی ناحیه باباجان غفورов صورت گرفت که موضوع و سوال اصلی پیدا کردن راههای حل مناقشه که در این محل صورت گرفته بود وجود داشت و در این ملاقات آنها به نتیجه رسیدند که اون دیدبانگاهی که طرف قرقیزستان در روبروی جماعت اوچه قلعچی تایستان ساخته بودند اون را از بین میبرند و جانب تایستان که میخواست در برابر این دیدبانگاه خودش را بنیاد کند، یعنی دیگر این دیدبانگاه ساخته نمی شود. همین طور نتیجه اولیه این هیئت‌های مذاکره کننده که تحت ریاست سروزیران دو کشور صورت گرفت با این انجامید. و سوال دیگری که حالا در میان است وضع سلامتی سربازان قسم‌های حربی تاجیکستان است که فعلا در بیمارخانه شهر باباجان غفورov بستری هستند. طوری که یک نماینده این بیمارخانه به ما گفت فعلا 5 سرباز از جمله 2 افسر قسم‌های حربی که یکی از الفا و دیگر سردار شعبه کارهای داخلی باباجان غفورov بستری هستند که از ناحیه سرشون یعنی از پیشانشون تیر خوردن. وضع اینها خیلی هم وخیم بوده، اما 3 نفر دیگر از سربازان قشان‌های سرحدی سلامتشون ثابت است. طور نمایندگان هیئت‌های دو جانب در صحبت با ما گفتن فعلا وضع در جماعت اوچه قلعچی به حالت پیشین برگشته ایستاده است و اون کارخانه ها، دکان ها نیز با دوباره کار خود را شروع کردند.